بس چشون آید با گوشی من صدایی که شایی فرهاد می آید سهر بر خیز کوهیده ستان را آب جاری کن که شیرین بر سری جان کن دنی فرهاد می آید که شیرین بر سری جان کن دنی فرهاد می آید صفه داری بلند یک نو دای صد برگی تر دارم پیسر در کوه ایش تفتد چی پروایی پدر دارد کجا فرزند کابیل سری گورش خبر گیرد کجا فرزند ناکابیل گریبانی پدر گیرد کجا فرزند ناکابیل گریبانی پدر گیردی این مجنون نشست تدیدم در دشت اینانش میداد گیر دیان سگ میگشت ای گفتم مجنون ترا با این سگ میل چیست گفتا لیلی کو هی مجنون بگذشتی ای دنیا فند است کارای ای دنیا فند است ای بازی چای کودکان نی دنیا فند است ای نالد با کسی که دل با دنیا میدادی حریفانی جهان را کندستی کنم کوهاره اشاین بیشوم سیل کنم دنیا را آمن چوب شوم روم با پیشی استادی تاریکی گرمه نتای دنیا رای
فردای محشر خار کی راحت پر خطر باشد. بناز نعمتی دنیا مشغول بنادانی که خواه و خرج به طاعت مثالی گاو و خر باشد. وگرنه مرتبت پردازی حیوان پستر باشد. اگر باور نمی‌داری ببینن در کلامی حق، من این از خود نمیگویم که حقت معتبر باشد. چنده کنی کوشی ثوابش بیشتر باشد. اگر چنده کنی کوشی ثوابش بیشتر باشدی. گواهی بیدهد از زاید که آنجا پرده در باشد. لیقا کن توبه از احوا لزیشتی ناروای خود. لیقا کن توبه از احوا لزیشتی ناروای خود. این پندت بشنود آن کس که از جان دیدور باشد. این پندت بشنود آن کس که از جان دیدور باشدی. پس برود احمدی مختارا در مدینه بود هم در سیل گشت. ناگهان از کوچه او میگذشت. از پسی او میشده موچن غلام. هرگز جا آن ماه رو گیرد مقام. چشمی آهو برخی سید فتاد. امری حق آن زبان برکشاد. امری حق آن زبان برکشادی.
لیک از تقدیر این خلاقی فرد مرد عربی مرا خود سعی کرد. مادری آهویم یا صدری کیبار از تو دو فرزندی من در کوهسار پر شده است از شیری او پیستانی من یا محمد بله با جان من. نرایان میزند گردن دوا شیر بی جنباد زاری ناتوان شیر بی جنباد زاری ناتوانی. روی در صحرا فیگن این کلمه خوان با آوازی بلند لا اله گفت الا الله گفت پس محمدی رسول الله گفت پس محمدی رسول الله گفت. نکش نشنیدن مرد زن آوازی او خلق حیران مانده‌اند آوازی او. مادری آهو را بفروشی بر من هرچی بیستانم ترا اسیم زد هرچی بیستانم ترا اسیم زد یا کریم. مصطفی عربی با حرمتی 84 اولاد نبی چوزه با زبانی حال امی گفت ای روزه کی گناهی بندگان می طلبی گناهی بندگان می طلبی. هندست کمان دارم یک قبضه تیر